ایرانی‌های خارج از کشور ویدیو میذارن، یه کیسه میذارن، میگن که با حقوق مثلا چند ساعت کار توی فلان کشور، چند روز کار توی فلان کشور چیا میشه خرید. منم امروز الان یه ذره سورپرایز شدم، خواستم براتون یه فیلم بگیرم. 4 تا چیپس، این 4 تا چیپس، یه دونه شیر، 3 تا نوشابه مشکی، 3 تا نوشابه زرد، 2 تا آلوچه، یه بستنی، این یه کیسه، یه دونه آلوچه دیگه، یه دونه آلوچه دیگه، 3 تا آلوچه دیگه، یه دونه آلوچه دیگه، 5 تا هم بستنی. توی بستنیاش هم عروسکی ساده است. یعنی اینا همش تنقلات و نوشابه و شیر که حالا چه من فوتبال میبینه آدم، فیلم میبینه، بیکار نباشیم. فاکتور اینا چقدر شده؟ بگن نزدیک 2,457,000 تومان. یه خوراکی که بشینی با فوتبال و فیلم بخوری شده 2,500. حالا من نمیدونم کارگر چقدر حقوق میگیره که روزش رو حساب کنم، ساعتش رو حساب کنم. تو کامنت ها بگید که با چند ساعت کار یا چند روز کار میشه این تنقلات رو خرید بدون مرغ و گوشت و میوه و برنج و چیزای دیگه.